راه نوی بازاریابی خدمت‌ها. مردان و زنانی که خدمت‌های خود را به بازار پیشنهاد می‌کنند باید به پیشرفت رابطه‌های میان کارفرما و خدمتجوی توجه داشته باشند. رابطه میان کارفرما و کارمندان آنها تحت تأثیر همکاری سه گروه است. یکم کارفرما، دوم کارمند، سوم مشتریان. این نگرش از چند جهت نو است. کارفرمایان و کارمندان روزگار ما باید به مشتریان خود خدمت کنند. در گذشته کارفرمایان و کارکنان آنها در حال بحث و مناظره دائمی بودند. سعی آنها این بود که از همه هرچی بیشتر امتیاز بگیرند. کمتر به این موضوع توجه داشتند که آنها در نهایت به زبان گروه سوم یعنی مشتریان خود عمل می‌کنند. ادب و خدمت‌های مفهوم‌های معین کننده تجربه‌های امروز هستند. پیشنهاد خدمت‌ها به بازار بیش از پیشنهاد خدمت‌ها به کارفرما اهمیت دارد، زیرا در نهایت امر کارفرما و کارمندان هر دو در خدمتجویی مشتریان خود هستند. اگر نتوانند به مشتریان به طور باید و شاید خدمت کنند، هرگز به هدفهای خود نمی‌رسند. در گذشته کسانی که آب و برق و تلفن را به منزلها می آوردند با حرارت زندگی در را فشار می دادند. با اعتنا بودند و چین پیشانی ایشان می خواندیم که می گویند چرا در را دیر باز کردید؟ اما امروزها همه اینها تغییر کرده است. امروزها کسی که برای پول استفاده برق به منزلها رجوع می کند یک جنتلمنی واقعی است که با عباره از دیدارتان خوشحالم جناب با شما حرف می زند. در سالهای کسادی ماه‌ها در منطقه انگیش سنگ پنسیلوانیا وقت صرف کردم تا درباره کاهش و پایین صنعت انگیش سنگ تحقیقات کنم. دریافتم که کارگران انگیش سنگ، راننده‌ها و کارکنان به صورت دائم در جنگ و جدل هستند و خراجات افزوده این توومند را به ارزش انگشت اضافه می‌کردند تا به این نتیجه رسیدند که بازاری عالی برای دیگر استحصالات‌های سوزشواری و نفتی خام ایجاد کردند. موقعیت مقداری و صفتی شما چگونه است؟ دلیل‌های موفقیت در بازاریابی خدمت‌ها به قدر کافی شرح داده شده‌اند. اگر اینها را تحقیق و بررسی نکنید، اگر آنها را درک نکنید و به کار نبرید، نمی‌توانید خدمت‌های خود را به طور ثمرناک و ادامه‌دار پیشنهاد کنید. هر کس باید فروشنده خدمت‌های شخصی خود باشد. مقدار و صفت خدمت‌های پیشنهاد شده و طرز پیشنهاد آن تا حدود زیاد معین کننده ارزش و ادامه مشغول بودن است. شخصانی که می‌خواهند خدمت‌های خود را به بازار عرضه کنند، باید به مقدار و صفت کار خود توجه داشته باشند. اما توجه تنها به مقدار و صفت هم کافی نیست. باید به مقدار و صفت عادت کنید. اگر خواهید فرموله مقدار و صفت را تحلیل میکنیم تا از معنای دقیق آنها با خبر گردیم. یکم، صفت خدمت به این معناست که خدمت‌های خود را به کارآترین شکل ممکن پیشنهاد کنید. دوم، مقدار خدمت به این معناست که خدمت‌های خود را در همه موقعها پیشنهاد کنید. سوم، روحیه پیشنهاد خدمت به معنای داشتن رفتاری هماهنگ و موفقیت است. روحیه‌ای که به بهبودی روحی همکاران شما کمک می‌کند. کفایت صفت و مقدار خدمت‌ها تنظیم کننده دائمی بازار برای خدمت‌های شما نیست. طرز، رفتار و روحیه شما عامل معین کننده بسیار مهم است که با قیمتی که برای خدمت خود دریافت می‌کنید و با طول زمانی که در کار باقی میماند سر و کار دارد. اندریو کارنگی به این نکته بخصوص در زمینه پیشنهاد خدمت‌های شخصی توجه داشت. او پیوسته درباره ضرورت رفتاری هماهنگ حرف میزد. او بر این حقیقت تاکید داشت شخصانی را که از جهت مقداری و صفتی در شرایط لازمی باشند اما روحیه هماهنگ نداشته به کار نمیگیرند. جناب کارنگی اصرار داشت که شخصان تحت نظر او باید تن به سازش بدهند.
او برای این صفت اهمیتی فراوان قائل بود. او به بسیاری از کسانی که از این معیار برخوردار بودند کمک کرد تا به شخصانی ثروتمند تبدیل شوند. کسانی که از قدرتی سازگار شدن محروم بودند باید جای خود را برای دیگران خالی کنند. اهمیت شخصیتی خوشایند موردی تأکیدی فراوان قرار گرفته است، زیرا این عامل است که به شخصان امکان می‌دهد خدمت‌های خود را با روحیه مناسب برخوردار باشد. اکثراً می‌تواند کمی و کاستی‌های خود را در زمینه‌های مقداری و صفتی جبران کند، اما ما چیزی را که بتواند جایگزین رفتاری خوش باشد نمی‌شناسیم. ارزش سرمایه خدمت‌های شما. کسی که به فروش خدمت‌های شخصی کسبی درآمد می‌کند از کسی که چیز و چاره می‌فروشد کمی ندارد. او نیز دقیقاً در موقعیت و شرایط کسی است که چیز و چاره خود را به فروش می‌رساند. این موضوع مورد تصدیق فراوان قرار گرفته است، زیرا بسیاری کسانی که از فروش خدمت‌های شخصی کسبی معاش می‌کنند به اشتباه خود را آزاد از قانون‌های اخلاقی می‌دانند و معتقدند که از مسئولیت کسانی که به فروش کالا مشغولند آزاد میباشند. اما توجه داشته باشید که دوران این پندار هم به سر رسیده است. توجه داشته باشید که مغزهای شایسته و با صلاحیت اگر به طرز درست به بازار پیشنهاد شوند در مقایسه با فروش کالا سرمایه های مطلوب تری هستند، زیرا مغز چنان سرمایه است که در اثر کسادی با فرسایش روبرو نمی شود، نمی توان آن را دزدید یا اخراج کرد. از این گذشته پولی لازم برای اداره یک کار تا زمانی که با مغز کار آمد براه مانده نشود کمترین ارزش ندارد. 31 دلیل عمومی شکست و ناکامی. بزرگترین فاجعه زندگی وجود زنان و مردان است که صمیمانه تلاش میکنند ولی شکست میخورند. شمار این دسته در مقایسه با کسانی موفق بسیار بیشتر است. در جریان بررسی و تحلیل خود به این نتیجه رسیدیم که شکست به 31 دلیل مختلف ظاهر می شود. من به این نتیجه رسیدم که کسانی موفق از 13 اصلی که در این کتاب شرح دادم استفاده پرثمر می کنند. در این فصل درباره 31 سبب شکست و ناکامی به شما سخن می گویم. هنگام خواندن فهرست شرایط خود را با آن مقایسه کنید. نکته به نکته آن را در نظر بگیرید و ببینید که چند موردی آن میان شما و موفقیت فاصله انداختند. 1. مشکلی های جسمانی. برای کسی که با آن یک نقصان جسمانی یا مغزی به دنیا می آید کاری چندانی نمی توان صورت داد. این شخصان تنها با استفاده از خدمت های دیگران می توانند شرایط خود را بهتر کنند. توجه داشته باشید که از 31 سبب شکست تنها این یک مورد است که نمی توان آن را به سادگی اصلاح کرد. 2. نداشتن هدف مشخص در زندگی. برای کسانی که هدف مشخصی را در زندگی دنبال نمی کنند و کسانی که راستای برای حرکت ندارند امکانات موفقیت چندان وجود ندارد. از هر 100 نفری که با آنها گفتگو کردم 97 نفر از چنین برنامه بی بهره بودند. هدف نداشتند و احتمالاً این مهمترین سبب ناکامی آنها بود. 3. نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی. کسانی که به پیشرفت و ترقی بی‌علاقه‌اند و آنهایی که مایل نیستند بهای ترقی و پیشرفت را بپردازند امکانیت برای موفقیت ندارند. 4. تحصیلات ناکفایه. تحصیل ناکافی مشکلی فلج کننده است، اما می توان این کمبود را به آسانی نسبی برطرف نمود. تجربه ثابت کرده است که تحصیل کرده های خود ساخته یا خودآموخته شناخته می شوند. برای قرار گرفتن در شمار تحصیل کرده ها به بیش از یک حجت دانشگاه نیاز است. آموزش دیده کسی است که می تواند
خواسته هایش را به خلل‌دار ساختن حقوق دیگران برآورده سازد. تحصیل تنها مسئله دانش را در بر نمی گیرد، بلکه دارای این دانش می شود که به صورت تأثیر کننده مورد استفاده قرار می گیرد. و شخصان به خاطر آنچه می دانند حقوق نمی دهند. شخصان برای کاری که با این علم و دانش خود می کنند دستمزد می گیرند. پنجم، نداشتن نظم و ترتیب. نظم و ترتیب از اداره خویشتن پیدا می شود. معنایش این است که بتوان حالتهای منفی خود را اداره نمود. قبل از اینکه بتواند شرایط را اداره کند، باید ابتدا خود را اداره نماید. دست یافتن بر خویشتن دشوارترین کار است که هر کس میتواند بکند. اگر بر خود حاکم نشده باشد، این خود بر شما حکومت خواهد کرد. اگر در برابر آینه بیستید، میتواند در آن بهترین دوست و یا خوددارترین دشمن خود را ببینید. ششم، نداشتن سلامتی. برخوردار نبودن از سلامتی مانع موفقیت است. کسی به این که از سلامتی خوب برخوردار باشد نمیتواند موفق شود، اما بسیاری از ناراحتی های جسمانی را میتوان اداره نمود. از جمله مهمترین دلیل های موجود ناراحتی های جسمانی عبارتند از پرخوری یا مصرف غذاهای ضرر رسان، عادت های فکرهای اشتباه، توجه به کارهای منفی، از حد گذراندن در فعالیت های جنسی، ورزش نکردن، نفسگیری نادرست و در نتیجه محروم ماندن از هوای سالم و کافی. هفتم، تأثیرات نامطلوب محیط در دوران کودکی. بسیار از کسانی که دارای نیت‌های جنایتکاری هستند آن را از محیط و از دوستان نااهل دوران کودکی گرفته‌اند. هشتم، تنبلی و سهل انگاری. سهلگیری و امروز و فردا کردن یکی از سبب‌های مهم شکست و ناکامی است. این کیفیت به گونه‌ای در همه وجود دارد. در کمین ایستاده موفقیت را از شخصان بیرباید. بیشتری ما در زندگی از این رو شکست می‌خوریم، زیرا در انتظار رسیدن زمانی مناسب هستیم. بهانه ساز می‌کنیم که برای انجام کاری مورد نظرمان باید تا فراهم آمدن زمانی مناسب صبر کنیم. صبر نکنید و منتظر نمانید، زیرا زمانی مناسب هرگز از راه نمی‌رسد. از همین جایی که هستید آغاز کنید و از اسبابی که در اختیار دارید استفاده نمایید. وقتی دست به کار شدید اسباب بهتری پیدا میکنید. نهم، نداشتن دوامدهی و جدیت. بیشتری ما آغاز کننده های خوبی هستیم اما تمام کننده های خوبی نیستیم. از آن گذشته بسیاری از شخصان با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ناکامی دست از کار میکشند و این در حالی است که جایگزینی برای دوامدهی و جدیت وجود ندارد. کسی که دوامدهی میکند مشکل را از پیش روی خود بار می‌دارد. مشکل را خسته میکند تا راهی خود را بگیرد و برود. جدیت و دوامدهی شکست و ناکامی را محو میکند. دهم، شخصیت منفی. کسی که با دید منفی به شخصان و کارها نگاه میکند امکاناتی برای موفقیت ندارد. موفقیت با کاربرد و عملهای قدرت حاصل می شود و قدرت نیز از تلاش‌ها برای دستگیری دیگران پیدا می شود. شخصیت منفی همکاری را جلب نمی کند. 11، اداره نکردن میل‌های جنسی. نیروی جنسی محرک قدرتمند است که شخصان را به عمل تشویق می کند و از آن جایی که این یکی از قدرتمندترین هیجان انسانی است باید آن را اداره نمود و برای درست هدایت کرد. 12، میل اداره نشده برای دستیابی به چیز به مقابل هیچ چیز. میل به قمار میلیون ها نفر را به شکست و ناامیدی میل داده است. مثال جالبی من فروپاشی بازار ورقه های بهاداری وال استریت بود که در جریان آن میلیون ها نفر برای ثروتمند شدن دست به قمار زدند و ناکام ماندند. 13، نداشتن عزم استوار در تصمیم گیری. شخصان موفق به سادگی تصمیم میگیرند و در تجدید نظرهایشان سستی به خرج میدهند. شخصانی که در تصمیم گیری کن عمل میکنند و با ترتیب در تصمیمات خود تجدید نظر مینمایند بیشتر در شمار ناموفق‌ها هستند. دودیلگی در تصمیم گیری و سهلگیری برادران قول هستند. هر جا یکی از آنها وجود داشته باشد به احتمال زیاد دیگر هم وجود دارد. این جفت را نابود کنید و اجازت ندهید که شما را
به شکست و ناکامی میل دهند. 14. هراسای ششگانه. درباره هراسای ششگانه در یکی از فصلهای کتاب به تفصیل بحث کردیم. برای پیشنهاد خدمت‌های ثمرناکی خود باید بر این هراسا غلبه کنید. 15. انتخاب همسر نامناسب. انتخاب همسر نامناسب یکی از دلایل معمولی ناکامی است. ازدواج میان شخصان ارتباط صمیمانه ایجاد میکند. اگر این ارتباط هماهنگ نباشد امکان شکست زیاد است. از آن گذشته این شکست را بیشتر ناخوشنودی و ناکامی همراه است. شکست‌هایی که از ازدواج‌های نامناسب برمیخیزند همین نشانه‌های الهام و اشتیاق را در انسان میکشند. 16. احتیاطی پیش از اندازه. کسی که به دلیل احتیاطی بیش از حد اندازه دست به کار نمی شود به جبر و زور پسمانده ها و باقی مانده های دیگران را نصیب می برد. احتیاطی بیش از اندازه به همان اندازه به احتیاطی بد است. باید در مقابل این دو طرف حد ایستاد. زندگی پر از فرصت های مناسب است. اشتباه در انتخاب همکاران. این یکی از دلیل های عمده شکست در فعالیت های اقتصادی است. هنگام پیشنهاد خدمت های شخص باید کارفرمای بسیار نامناسب انتخاب شود. کارفرمای الهام بخش که از فراست لازم برخوردار باشد. کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ارزش همکاری را داشته باشد. خرافات و تعصب. خرافات نوعی از ترس و نشانه جهل و نادانی است. شخصان موفق چشمان خود را باز نگه می دارند و هراس بدل راه نمی دهند. 19. انتخاب شغل نامناسب. موفق شدن در کاری که آن را دوست نمی دارید امکان پذیر نیست. مهمترین قدم در پیشنهاد و فروش خدمت‌های شخصی انتخاب کسب است که بتوانید با تمام وجود به آن بپردازید. 20. فعالیت‌های مرکزانیده شده. همه کاره و هیچ کاره نمونه است که آن را زیاد شنیدیم. بجای پرداختن به نوع‌ها و قسم‌های فعالیت‌ها همین تلاش خود را روی یک هدف قطعی در یک مرکز جمع سازید. 21. خرج کردن به حساب. خرج آزاد و خرج کردن به حساب شیوه خردمندان نیست. عادت کنید که بخشی از درآمد خود را پسنداز نماید. داشتن پول در بانک هنگام سخنرانی برای فروش خدمت‌های شخصی به انسان قوت دل می‌دهد. به داشتن پول و پسنداز شخص مجبور است که هر پیشنهادی را که به او می‌دهند بپذیرد و به داشتن آن شغل خوشحال باشد. 22. نداشتن دلگرمی. به دلگرمی نمی‌توان دیگران را زیر تأثیر گذاشت. از آن گذشته اشتیاق و دلگرمی سرایت می‌کند و کسی که از آن بهره مند است با استقبال دیگران روبرو می‌شود. 23. شکیبایی. شخصانی که ذهنی بسته دارند به خیلی کم موفق می‌شوند. آسیب زنده ترین نوع ناشکیبایی موردهایی است که با عقیده‌های گوناگون در زمینه‌های مذهبی، نژادی و سیاسی رابطه دارد. 24. رعایت نکردن حد اعتدال. خراب کننده ترین نوعها در رعایت نکردن حد اعتدال ظاهر می شود. در خوردن، نوشیدن مشروبات سپرتی به مقدار زیاد و زیادروی در فعالیت‌های جنسی. زیادروی در هر یک از این موردها مانع موفقیت می شود. ناتوانی در همکاری با دیگران. خیلی ها از آن جهت که نمی توانند با دیگران همکاری کنند فرصت‌های مناسب زندگی خود را از دست می‌دهند. ناتوانی در همکاری با دیگران مشکل است که در هیچ پیشه قابل قبول نیست. 26. ثروت باد آورده. ممکن است در اثر فقد پدر یا مادر پولدار فرزندانشان به ثروت قابل ملاحظه برسند. این ثروت باد آورده است که آنها آن را با تلاش و زحمت فراهم نکردند. ثروت باد آورده اکثرا دشمن موفقیت است. ثروتمند شدن با سرعت اکثرا از فقر و تنگدستی خطرناکتر است. 27. نداشتن صداقت. چیزی که بتوان آن را جایگزین صداقت کرد وجود ندارد.
ممکن است کسی تحت تاثیر شرایط موقتی صداقتش را کنار بگذارد، اما کسی که به مقصد صداقتش را کنار میگذارد امکانیت ندارد دیر یا زود اعتبار و شهرتش را از دست میدهد و دور نیست که در این میان آزادی او برباد رود. 28 نفس پرستی و خودبینی. نفس پرستی و خودبینی چراغ‌های خطری هستند که دیگران را از نزدیک شدن به ما برحذر می‌دارند. کبر و غرور قاتل موفقیت است. 29 کارهای تخمینی. خیلی ها از روی بی‌فرقی یا تنبلی در گردآوری حقیقت‌ها بی‌پروایی می‌کنند و کارهای خود را بر اساس حدس و گمان انجام می‌دهند. 30 نداشتن سرمایه. یکی از دلایل شکست‌های تجارتی نداشتن سرمایه کافی و تجربه است. 31 در این بخش هر شکستی را که غیر دلیل‌های بالا باربردار با آن دوچار شده اید شرح دهید. در این 31 دلیل شکست توصیف از فاجعه زندگی نهفته است که تقریبا هر کس که در زندگی شکست را تجربه می کند به نحوی با آن گرفتار است. توصیه می کنم به اتفاق کسی که شما را به خوبی می شناسد این فهرست را در میان گذارید و از او بخواهید که 31 دلیل شکست و ناکامی را در شما تحلیل کند. البته اگر بخواهید می توانید این کار را به تنهایی نیز انجام دهید، اما بسیاری شخصان نمی توانند خود را آنطور که دیگران آنها را می بینند ببینند. آیا ارزش خود را می دانید؟ اگر بخواهید چیز و چاره را در بازار بفروشید باید این کالا را به خوبی بشناسید. همین مطلب در پیشنهاد خدمت‌های شخصی در بازار نیز درست است. باید از همین نقطه ضعف‌های خود آگاه باشید تا یا به کلی آنها را از میان بردارید یا اقدام برای اصلاح آن صورت دهید. باید نقطه‌های توانایی خود را بشناسید تا به هنگام فروش خدمت‌های خود به این اشاره کنید. تنها با تحلیل دقیق خود می توانید خویشتن را بشناسید. به اطلاعی از خویشتن عاقبت‌های ناخوشایند در بر دارد. مردی جوان برای دریافت شغل به مدیر یک شرکت مشهور مراجعت کرد. در جریان مصاحبه با مدیر طلب می کند. او جواب داد که رقمی به مخصوص را در نظر نگرفته است، نداشتن هدفی معین. مدیر شرکت به او گفت با این حساب 1 هفته کار تو را از نزدیک نظارت می کنیم و به شرطی که ارزش داشته باشی به تو حقوق می دهیم. جوان جواب داد نه، من این را نمی پذیرم، زیرا از جایی که حالا کار می کنم پولی بیشتری دریافت می کنم. قبل از درخواست شغل، قبل از اینکه به سری مزد خود حرف بزنید با قطعیت بگویید که بیش از مزدی که حالا می گیرید ارزش دارید. خواستن پول که همه آن را می خواهند یک چیز است و ارزش داشتن چیزی دیگر. حقوق دریافت شما هیچ علاقمندی با ارزش شما ندارد. ارزش شما وابستگی به این دارد که بتوانید خدمت‌های مناسب عرضه کنید یا دیگران را به این مهم تشویق نمایید. از خود صورت برداری کنید. خودشناسی و تحلیل منظم خویشتن در بازاریابی خدمت‌های شخصی از ارزشی فراوان برخوردار است. همانطور که همه واحدهای تولیدی و کسبی در پایان هر سال از موجودیت خود صورت برداری می کنند. از آن گذشته این تحلیل سالانه باید نشان دهد که از میزان اشتباهات شما کاسته شده و بر قدر ارزش‌های شما اضافه گردیده است. شخصان در زندگی خود یا پیشرفت میکنند یا پسرفت و در غیر این صورت در یک جا پا میزنند. در این میان البته هدف هر کس باید پیشرفت باشد. تحلیل سالانه خویشتن نشان میدهد که آیا پیشرفت حاصل شده است و اگر شده است اندازه آن چقدر بوده است. تحلیل سالانه عقب نشینی‌های احتمالی را نیز نشان میدهد. بازاریابی خدمت‌های شخصی طلب میکند که هر کس قدم به پیش بردارد و پیشرفت کند، حتی اگر این پیشرفت کند و آرام باشد. تحلیل سالانه خویشتن باید در پایان هر سال صورت پذیرد، به طوری که بتوانید درباره
برنامه سال نو خود برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید. برای آگاهی از شرایط خویش این سوال ها را از خود بپرسید و جوابتان را با کسی که اجازت ندهید تا شما خود را فریب دهید در میان گذارید. پرسشنامه تحلیلی خویشتن. آیا به هدفی که برای امسال خود تعیین کرده ام رسیدم؟ باید توجه داشته باشید که باید همه ساله برای خود هدف قطعی و مشخص را پیشکی برنامه ریزی کرده باشید. دوم، آیا بهترین خدمت‌هایی را که توانش را داشتم پیشنهاد کردم؟ آیا می توانستم خدمت‌های بهتر از این پیشنهاد کنم؟ آیا بیشترین خدمت‌هایی را که می توانستم پیشنهاد کردم؟ چهارم، آیا روحیه و اخلاق من از هماهنگی لازم برخوردار بوده است؟ پنجم، آیا تحت تأثیر سهلگیری و به فردا گذاشتن کارها از شدت کارایی من کاسته شده و اگر چنین بوده شدت این سهلگیری چه اندازه بوده است؟ ششم، آیا شخصیت خود را بهبود بخشیدم و اگر جواب مثبت است چگونه؟ هفتم، آیا برای اجرا و انجام برنامه‌های خود تا رسیدن به نتیجه منطقی پافشاری کردم؟ هشتم، آیا در همه موردها بی شک و شبهه تصمیم گیری کردم؟ نهم، آیا به 6 هراس کلاسیکی اجازه دادم که از کارایی من بکاهد؟ دهم، آیا بیش از اندازه احتیاطکار یا بیش از اندازه به احتیاط بودم؟ 11، آیا با همکارانم رابطه های معقول داشتم؟ آیا رفتار من با آنها خوشایند بوده است؟ آیا ناخوشایند بوده است؟ اگر ناخوشایند بوده آیا گناه آن کلاً به گردن من است؟ 12، آیا نداشتنی مرکزانیدن نیروی مرا به نیستی برده است؟ 13، آیا در مقایسه با همه شرایط و همه این موضوعها ذهنیتی باز داشتم؟ 14، در چه زمینه‌های بر توانایی پیشنهاد خدمت‌های بهتری خود افزودم؟ 15، آیا در ارتباط با هر یک از عادتهای خود حد اعتدال را فراموش کرده ام؟ 16، آیا آشکارا یا پوشیده نفس پرستی داشتم؟ 17، آیا برخوردی من با همکارانم آنها را به احترام گذاشتن به من ترغیب کرده است؟ 18، آیا عقیده ها و تصمیمات من بر اساس تخمین و گمان استوار بوده است؟ آیا با توجه به اندیشه و تحلیل دقیق صورت گرفته است؟ 19، آیا وقتهای خود را زمان بندی کردم؟ آیا در امر هزینه ها و درآمدهای بودجه بندی را رعایت کردم؟ 20، چه زمان از وقتهای من صرف فعالیت‌های بیفایده شده است؟ آیا می توانستم از وقتهایم به گونه سازنده تر استفاده کنم؟ 21، چگونه می توانم در کار و در زمانم تجدید نظر کنم تا در سال آینده از کارایی بیشتر برخوردار باشم؟ 22، آیا به دلیل رفتار خلاف وجدانم احساس گناه می کنم؟ 23، در چه زمینه‌های بیش از گرفتم خدمت کردم؟ 24، آیا با کسی برخوردی بی انصافانه داشتم و اگر جواب مثبت است چگونه بوده است؟ 25، اگر قرار باشد خریدار خدمت‌های خودم در سال گذشته باشم آیا از کاری که در طول سال انجام دادم راضی هستم؟ 26، آیا کار دلخواهم را انجام می دهم؟ اگر جواب منفی است چرا کاری را که دوست ندارم می کنم؟ 27، آیا خریدار خدمت‌های من از آنچه خریده راضی بوده است و اگر نبوده چی دلیلی داشته است؟ 28، امتیاز من در زمینه موفقیت چه اندازه بوده است؟ شرط انصاف و آشکارگویی را رعایت کنید. موضوع را با یکی از دوستان و آشنایان خود در میان بگذارید.
کسی را انتخاب کنید که از شجاعت کافی برای اظهار نظر در این باره برخوردار باشد. پس از انجام این مهم، اکنون در موقع قرار دارید که می توانید برنامه برای پیشنهاد خدمت‌های خود در بازار آمادگی ببینید. در این فصل شرح کافی درباره هر یک از اصول لازمی برنامه‌ریزی فروش خدمت‌های شخصی داده شده است. از جمله اینها می توان به خصوصیت‌های مهم و عمومی رهبری، سبب اصلی شکست و ناکامی در ساحه‌های مختلف زندگی و سوال‌های مهمی که در جریان تحلیلی خود باید از آن استفاده کرد اشاره شده است. پیشنهاد اطلاعات دقیق در این زمینه‌ها برای هر کس که طلبگار رسیدن به ثروت و غناوت از طریق پیشنهاد خدمت‌های شخصی در بازار کار می باشد لازم است. کسانی که تاکنون به موفقیت زیاد نرسیدند و کسانی که به تازگی آغاز به دریافت درآمد کرده اند متاع جز پیشنهاد خدمت‌های شخصی در مقابل دریافت پول ندارند و به همین دلیل لازم است که این شخصان بتوانند از مطلب‌های پیشنهاد شده در این فصل به خوبی استفاده کنند. درک کامل اطلاعات ارائه شده برای بازاریابی خدمت‌های خود لازم است. درک این اطلاعات شخص را در موقعیت قرار می‌دهد که بیشتر در کار خود تحصیل کند و دیگران را مورد داوری قرار دهد. این اطلاعات برای مدیران خدمتجو و دیگر شخصان مسئول در کار انتخاب کارمندان از اهمیت فراوان برخوردار است. اگر به این مطلب دودلگی دارید، درستی آن را با پاسخ دادن به 28 سوال مطرح شده آزمون کنید. فرصت جمع آوری ثروت. اکنون پس از بحث درباره اصول مربوط به جمع ثروت می توانیم طبیعتاً بپرسیم از کجا و چگونه می توان فرصت‌های مناسب برای استفاده از این اصول به دست آورد. بسیار خوب، اجازت بدهید ببینیم برای شخصان منتظر ثروت چه امکانیت‌هایی وجود دارد. ما در کشوری زندگی می کنیم که هر شهروند مطیع قانون از آزادی فکر و اندیشه برخوردار است. بسیاری شخصان و به ارزش این امتیاز بزرگ بی توجهند. بسیاری از مردم این آزادی را با آزادی‌های موجود در دیگر منطقه‌های دنیا مقایسه نکردند. در کشور ما آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی استفاده از امکانیت‌های آموزشی، آزادی انتخاب مذهب، آزادی‌های سیاسی، آزادی انتخاب شغل و پیشه و بالاخره آزادی کسب درآمد داریم. آزادیم در هر منطقه کشور زندگی کنیم. آزادی ازدواج داریم. آزاد هستیم تا از نقطه به نقطه دیگر سفر کنیم. آزادیم هر غذایی را که میل داریم بخوریم. می توانیم همه زینه‌های ترقی را بپیماییم. آزادی‌های دیگری نیز داریم، اما همین اندازه که اشاره کردیم کافی است. باید قدر اینها را بدانیم. بعد از آزادی فکر و اندیشه، غذا، لباس و مسکن، 3 نیاز اصلی همین مردم را در زندگی تشکیل می‌دهد. در کشور ما هر کس می‌تواند غذای مورد علاقه خود را تهیه کند. بسیاری مردم در خانه‌های براحت زندگی می‌کنند. از برق و وسیله‌های گرم‌آذا و گرما برای پخت و پز برخوردارند. بسیاری خانواده‌ها از جاروب برقی، از آب گرم و سرد در حمام و در آشپزخانه برخوردارند. غذایشان را در یخدان نگهداری می‌کنند، یخدانی که با برق کار می‌کند. خانم‌ها با فن‌های برقی موی‌هایشان را آرایش می‌کنند. لباس‌هایشان را در ماشین لباسشویی می‌شویند و آن را درزمال می‌کنند. همین خانه‌ها رادیو و تلویزیون دارند و به برنامه‌های مورد علاقه‌شان گوش می‌دهند. بسیاری خانم‌ها و جنابان مملکت ما می‌توانند به تناسب درآمد خود لباس تهیه کنند. در اینجا تنها به 3 نیاز مهم و اولیه، غذا، لباس و مسکن اشاره کردیم که بسیاری مردم می‌توانند با روز 7 ساعت کار درآمد کافی برای تأمین آنها فراهم آورند.
چگونه چنین چیزی امکان پذیر شده است؟ بسیاری سیاستمداران به آزادی مردم در انتخابات اشاره می کنند، اما در این باره که این آزادی چگونه به دست آمده است کم حرف می زنند. اما من فرصتی داشتم که درباره این موضوع به اندازه کافی تحقیق کنم. من بیش از نیم عصر است که شخصانی را که این امکانات ها را فراهم آوردند می شناسم. با بسیاری از آنها آشنایی دارم. نام اصلی همین اینها سرمایه است. سرمایه محدود به پول نیست. در کنار پول باید به وجود کسانی باهوش و برنامه‌های سازمان یافته و برنامه‌ریزی‌های دقیق اشاره کرد که امکان استفاده تأثیر کننده را از پول فراهم می‌سازد. این گروه‌ها از دانشمندان، استادان آموزشی، خیمیه‌دان‌ها، اختراعکاران و کشف کنندگان، کارشناسان و تحلیلگران شغلی، شخصان سرشناس، متخصصان در کارهای حمل و نقل، حسابداران، وکیلان، دختران و زنان و مردانی که در تمام زمینه‌های صنعت و تجارت از دانش تخصصی برخوردارند تشکیل می شود. این شخصان در تلاش دائمی هستند، با ترتیب آزمایش می کنند. آنها از کالج‌ها، بیمارستان‌ها، مکتب‌های دولتی و عمومی حمایت کرده و ساختن راه‌ها، انتشار روزنامه‌های و مجله‌ها اقدام می کنند. برنامه‌های سازمان یافته را برای پیشرفت انسان‌ها دارند. اگر بخوایم ساده تر بگوییم، این شخصان مغزهای تمدن هستند، زیرا بافته را فراهم می آورند که همه پیشرفت و ترقی انسانی به آن وابستگی دارد. پول به مغز و اندیشه خطرناک است، اما اگر از آن به درستی استفاده شود، مهمترین بخش پیشرفت و تمدن است. سرمایه زندگی ما. جمعی پولی که برای بنا کردن راه آهن و ساختن کشتی‌های بخاری به خاطر تأمین احتیاجات زندگی روزمره شما پرداخت می شود، به قدر سنگین است که تصور آن را هم نمی توانید بکنید. شاید به صدها میلیارد دلار رسد و کار به این نداریم، زیرا برای راه اندازی کشتی‌ها و قطارها به چه نیروی انسانی فراوان احتیاج داریم. اما حمل و نقل تنها یک بخش از مسئله دنیای متمدن ماست. برای آن که بتوان چیز و چاره هم کرد، یا باید آن را از زمین رویان یا آنها را در کارخانه ها تولید نمود و به بازار عرضه کرد. این کار صرف میلیون ها دلار برای تولید، بسته‌بندی، بازاریابی و پرداخت میلیون ها دلار به کسانی که در این زمینه کار میکنند طلب میکند. کشتی های بخاری در راه آهن خود به خود از زمین نمی رویند، بلکه به کمک کار و سازمان دادن به توانایی های شخصانی که از میل و اشتیاق و ایمان و عزم استوار برخوردارند ایجاد می شوند. این شخصان خود میل به حاصل کردن ثروت دارند. این شخصان تن به پیشنهاد خدمت‌های می دهند که به آن تمدن به شکل امروز خود وجود نمی داشت. اینها شخصان سخت کوش هستند. اینها همان کسانی هستند که برخی از سیاستمداران و رهبران اتحادیه‌های کارگری به آنها صیاد و غارتگر نام دادند. من در اینجا سری آن ندارم که به مقابل آنها یا درباره نظام‌های اقتصادی بحث کنم. هدف این کتاب یعنی هدفی که من بیش از نیم قرن وقت خود را صرف آن کردم، تأمین دانش برای شخصانی است که خواهان ثروت هستند. من در اینجا درباره برتری‌های نظام سرمایه‌داری به دو جهت بحث کردم. یکم، همه خواهشمندان ثروت باید خود را با این نظام موافق سازند. دوم، با صحنه‌ای که سیاستمداران از جنبه منفی جمع پول رسم کرده‌اند برخوردار کنم. اما توجه به این موضوع مهم است که از ثروت و فرصت به سازمان کار ساخته نیست. برای جمع ثروت تنها یک راه مفید و باوری بخش وجود دارد و آن پیشنهاد خدمت‌های مفید است. به آن که متقابلاً مایه بگذارد و از نیروی خود و دیگران استفاده کند، امکان جمع ثروت وجود ندارد. فرصت‌های مناسب. هر کس می تواند با رفتار صادقانه به ثروت برسد.
اگر منتظر ثروت هستید، این موضوع را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که در مرحله آغاز جمع ثروت هستید. فراموش نکنید که کار تولید، بسته‌بندی و بازاریابی کالاهای مورد نیازی شما میلیون ها نفر را به شغل فرا گرفته است. شخصانی در مقابل پیشنهاد خدمت‌های خود همه سال میلیون ها دلار پول میگیرند تا با آن هر چی را که میخواهند خریداری کنند. شما میتوانید با پیشنهاد خدمت‌های خود به ناز و نعمت برسید. هیچ عاملی نمیتواند شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد. اگر کسی از آموزش، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد، میتواند مبلغ‌های هنگفتی از ثروت را جذب کند و کسانی که در این زمینه از حالتهای ضعیفتری برخوردارند مسلماً دریافتی کمتری خواهند داشت. با این حساب این میدان فرصت‌های مناسب بالهای خود را برای شما گشاده‌اند. قدم به پیش بگذارید. هدف انتخاب کنید. برنامه آماده کنید و آن را به اجرا بگذارید و با اصرار و پافشاری برای عملی کردن آن حرکت کنید. دیگر مسئله ها خود به خود حل می شوند. بدانید که چیزی از شما دریغ نمی شود، اما نمی توان گفت که می توانید ثروت را در مقابل هیچ چیز به دست آورید. توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد اداره می شود و به حکم این قانون تا چیز ندهید چیز دریافت نمی کنید.